هلو گایز، به چنل اسپارکل فایتر خوش اومدید. بچه‌ها تو این ویدیو قراره که از بین دو تا بازیکن حرفه‌ای و استثنایی یکی رو که اسطوره جهان هست رو بخریم با قیمت 2600 خورده سکه که قیمتش هست. بچه‌ها امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و بریم ببینیم. بله، لیونل مسی با 2675 سکه و در کنار اون محمد صلاح که ما فقط میتونیم از بین این دوتا یکی رو انتخاب کنیم که قطعا انتخاب من و انتخاب همه شما لیونل مسی هستش، چون اون واقعا یک ستاره فضایی فوتبال هست. بریم اونو بخریمش. لیونل مسی ساین لژندری پلیر. آیا میخواهید این بازیکن لژندری رو بخرید؟ ما بای ناو رو میزنیم، یعنی خرید الان، و لیونل مسی به تیم ما خوش اومدی. و از این به بعد قراره که با مسی کلی گلای جذاب و کلی پاسکاری و کورنرهای خفن رو ببینیم. بچه حتما اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما چنل من رو سابسکرایب کنید، حتما لایک و کامنت بذارید و منتظر کامنتاتون هم هستم. خدا نگهدار.